خب من همیشه اومدم چالش‌های خنده‌دار با بهزاد گذاشتم، ولی این سری میخوام یه صحبت احساسی کنم و حرف دلم رو براتون بزنم، یعنی که یه تجربه رو بهتون بگم. همیشه یه عکس از شوهرتون حالا تو گوشیتون یا دستتون داشته باشید که وقتی شرایط سخت زندگی رو براتون اتفاق میفته به عکسش نگاه کنید، بعد بگید که خب من اگر که تونستم با این کنار بیام اینو تحمل کنم، شرایط سخت هم میتونم تحمل کنم. میدونستم از کجا میدونستی؟ عادی میدونم چالش های شما چرا دوران دبستان بابا